بسم الله الرحمن الرحیم. کتابتان باز کنید صفحه 94. الدرس الحادی عشر، درس 11. حدیقة الحیوانات، باغ وحش. پس در این درس ما و شما چی رو میخوانیم؟ باغ وحش رو میخوانیم. حدیقه باغ میگن و حیوانات حیوانات میگن. وقتی کردوش یک جای میکنیم میگیم حدیقة الحیوانات، یعنی باغ وحش. الدرس الحادي عشر، درس 11، حديقة الحيوانات، باغ وحش. تمساح، تمساح ما شما هم تمساح میگیم. ثعبان، مار. اسد، شیر. شبل، چوچه شیر. فیل، فیل ما شما هم فیل میگیم. زرافه. خرتیت. ذئب، گرگ. دب، دب خرسه میگن. ثعلب، روبا. و نمر، پلنگ. حمار، مرکب. حصان، اسب. قرد، شادی. کلب، سگ. جمل، شتر. فأر، موش. بقرة، گاو. غزال، آهو. قط، پشک. ظل، سایه. نعامه، شترمرغ. طاووس، طاووس. عصفور، گنجشک. غراب، زاغ. دیک، خروس. دجاج ماکینا میگن و دیک خروس میگن. طیور، طیر پرنده را میگن و طیور پرندگان. قفس، قفس میگن. حارس، نگهبان یا پیردار. ذیل، دم. ریش، پر. التدريبات، تمرينات. التدريب الأول، شكل درست تلفظ كلمات. أسد، نمر، فيل، قرد، غزال، زرافة، جمل، حصان، حمار، عصفور، ثعبان، نعامة، طاووس، خرتيت، ديك، قفص، حارس، دب، ذئب، ثعلب، شبل، ذيل، تمساح، غراب، بقرة، ريش، طيور، ظل، حيوانات، فأر، كلب، قط. التدريب الثاني، تمرين دومي. ده عكس ما شما میبینیم. 3 حیوان است. نمر، نمر پلنگ میگه. پس خط بکشین بعد تصویر پلنگ. حصان، اسب میگن. خط میکشین بعد تصویر اسب. جمل و نوالیش خط میکشین به طرف شتر. تمساح، تصویر دومی. التدريب الثالث، حيوانات. مثلا در حيوانات، حيوان مفرد است و حيوانات جمع. غزال، آو، نعامة، شترمرغ. حيوانات، حيوانات جمل. شما باید بگوین دیگه. جمل چی رو میگن؟ شتر، عصفور، گنجشک، ثعلب. روبا، قفس، قفس. حارس، نگهبان. عصفور، گنجشک. طیور، طیور جمع طیر، طیر پرنده رو میگن. طیور پرندگان. خرتیت همو حیوانه که یک شاخ داره در بینی خود. ریش، پره میگن. نعامه، شترمرغ. طاووس، طاووس. شبل، چوچه شیر. طاووس، فأر. موش، قرد، شادی. ثعبان، مار. دیک، خروس. ضرس، دندان. ثعبان، مار. قط، پشک. ذئب، گرگ. دب، خرس. ذیل، دم. ذبا، آهوها. جمع ذبیون است که ذبیون آهوی سفید میگن. ذبا جمعش. ذئب باز گرگ میگن. التدريب الرابع، حالا شما جملات یاد بگیرین. الاسد في القفص، چی معنی؟ شیر در قفس است. الحارس في القفص. الفيل في القفص. الاسد في القفص. اینجا الاسد في القفص، حارس در قفس نمی باشن نگهبان و فیل هم در قفس نمیگذارن. الاسد في القفص. التمر يأكل اللحوم. النمر يأكل اللحوم. نمر پلنگ میگن. پلنگ چی میخوره؟ گوشت میخوره.
النمر يأكل الدجاج. پلنگ ماکیان میخوره. النمر يأكل اللحوم. النمر يشرب الماء. این جملات یاد بگیرین، مثلا چه قسم جمله جور میکنین. العصفور فوق الفیل. گنجشک بالای فیل نشسته. العصفور فوق الفیل. القط فوق الفیل و العصفور امام الفیل. این جملات به شکل یاد بگیرین. التدریب الخامس ضاء. ضا را چه قسم تلفظ میکنین؟ ضاء. ظل سایه. ظهر پشت. ظفر ناخون. مظله چتری. التدریب السادس شکل تلفظ درست، مثلا فرق بین ت و دال. کوشش کنین که چه قسم تا با دال فرق داره. مثلا تروس ترس یک چیزی هست که انسان ها میپوشن در جنگ، مثل سپروار استعمال میشه. دروس این حال تر با دال باید فرق بکن. دروس جمع درس است. راتع و ردع. راتع ردع و تفاوت بکن. حتى و حد. ستر سدر. ساتر سادر. متى مدى. بيت بيد. التدریب الصعب در تمرین هفتمی شکل نوشتاری کاف است که مثلا کلب به فتحه هم با کسره هم کتاب و با ضمه و پیش هم کرسی و ذال هم با زبر و زیر و پیش میه، مثلا ذیل ذئب. ذره ذره جواری. ضوی ظهر یم به فتحه و کسره و پیش میه بر سیالت. ظهر ظل ظفر. التدریب الثامن تمرین هشتم. اینجا فی در داخل میگن و امام پیش روی میگن، خلف پشت سر میگن. این حال شما ببینید که حارس نگهبان در کجا هست. حارس فی قفس، نه غلط است. حارس امام قفس، بله حارس روبروی قفس است، اینی را خط کش میکنین. و حارس امام نمر، این غلط است، چرا حارس پیشروی پلنگ نیست بلکه پیشروی قفس است. جمله دومیش درست است. اینجا میگه جمل و فیل یا حصان و جمل یا جمل و حمار، کدامش درست است؟ جمل و فیل درست است. التدریب التاسع المدرس امام السبوره. استاد پیشروی تخته هست. المدرس وراء الخریطه. استاد در عقب نقشه هست. و الکتاب تحت المکتب. کتاب زیر میز است. و المظله فوق الکرسی و چتری بالای چوکی هست. اینجا 4 کلمه بسیار مهم است که یاد بگیرین که امام، ورا، تحت، فوق. امام پیشروی، ورا پشت سر، تحت پایین و فوق بالا. این 4 کلمه را باید دقیق یاد بگیرین که 4 جهت بر شما نشان میده. امام پیشروی و ورا پشت سر، تحت زیر و فوق بالا. این کلمات یاد بگیرین و تمرین بکنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.